الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رسیدیم به جلسه سوم از سیمای صحابیه بزرگوار، بانوی بزرگوار عاتکه بنت زید، بانویی که نقل کردیم که دختر زید ابن عمرو بود، شخصیتی که فطرتش به توحید رسیده بود قبل از بعثت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، کسی که در برابر بت‌ها سجده نمی‌کرد و نذر قربانی اونها را هم نمی‌خورد که برای اونها بود. و اشاره کردیم که در چه خانواده‌ای بود. سعید بن زید برادر جز عشره مبشره، دایش جز طلحه ابن عبیدالله و از خاله و فلان، اینا که همه جز یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم. و خودش هم خب گفتیم زن شاعر و با خرد اینها بود. و تا اونجا رسیدیم که گفتیم که بالاخره عبدالله ابن ابوبکر بالاخره ایشون رو به همسری برگزید و ایشون هم عبدالله ابن ابوبکر رو به همسری برگزید. خب طبیعی بود که ایشون زن شاعر و با خرد و بالاخره دارای محاسن و زیبایی‌های باطنی و ظاهری بود. و گفتیم که عبدالله به یک مرحله رسیده بود که خیلی وابستگی داشت، تا جایی که اشاره کردیم به داستان ابوبکر که ازش خواست که این رو ازش جدا بشه، طلاق داد و دچار چه فراق و ناله هایی شده بود که ابوبکر متوجه شد اشتباه کرده و این احساس فرزندش رو دید، دلش به رحم اومد و گفت بالاخره شما برگردید زندگیتون انجام بدید، اما خب بالاخره انسان تعادل رو هم داشته باشه. و این زندگی خوب و پاک و اینها داشتن تا اینکه عبدالله در غزوه طائف که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رفت، گفتیم که تیری بهش اصابت کرد و همچنان زخمی بود ایشون و از این تیر جراحتش عفونی شده بود، بالاخره آزار میدید تا اینکه بعد از پیامبر فوت رسول خدا صلی الله علیه و سلم بعد از 40 روز ایشون هم از دنیا رفت. و خب گفتیم که اشعاری که ایشون در رسای اون خورد که من دیگه بعد از تو ازدواج نخواهم کرد، دیگه با کسی هم بستر نخواهم شد و امثال این مواردی که بود و از جهاد اون، از مبارزات اون، از عشق و محبتش نسبت به عبدالله بن ابوبکر نقل میکرد. نکته ای که در عصر صدر اسلام وجود داره اینی که قرار نیست هیچ زنی بی سرپرست باشه، با شرایطی که وجود داره. دقت میکنید؟ و طبیعتاً خب زنهایی که اهل خرد و دانش و بالاخره علم و ایمان بودن بیشتر مورد توجه قرار می گرفتن، بیشتر بالاخره دیگران بهشون توجه داشتن. اینجا بود که بعد از فوت عبدالله بن ابوبکر عمر رفت به خواستگاری عاتکه بنت زید. عاتکه گفت من نمیتونم با شما ازدواج کنم، چرا من شرطی داشتم با عبدالله بن ابوبکر. شرط من این بود که ایشون باغی رو به من داده که در ازای این باغ من بعد از مرگش با کسی ازدواج نکنم و من این شرط پذیرفتم. خب عمر گفت چه باید بکنیم؟ این ور اون ور، بالاخره سوال بعد استفتاء کرد. حضرت علی گفت نگاه کنید، رأی اینه که به اعتقاد من باغ رو برگردونه عاتکه به خانواده ابوبکر، به خانواده بالاخره عبدالله بن ابوبکر که وارثانش هستن و خب حالا شما میتونید با ایشون ازدواج بکنید. و همین جوری هم شد. بالاخره عاتکه باغ رو برگردون و عمر در سال 12 هجری با عاتکه چه کار کرد؟ ازدواج کرد. که ما اشاره کردیم بالاخره به شوخی که حضرت علی در شب عروسی کرد با عاتکه و بعد از علی گفت عمر گفت علی طبیعیه، هر زنی بالاخره این وابستگی‌ها رو نسبت به همسرش داره و این صورت باید شکل بگیره. و خب جالبه که می‌بینیم باز در دوران خلافت عمر یا حالا در دوران خلافت ابوبکر بعد حضرت علی باز خودش میره به خواستگاری ام کلثوم دختر حضرت فاطمه نوه پیامبر، دختر حضرت علی، و خب باز ایشون داماد حضرت علی میشه و میخوام میگیم رابطه ها رو داشته باشید این حالت رو. عاتکه خب طبیعیه که در نزد حضرت عمر هم مقام و منزلت ویژه‌ای خودشو داشت و خب هم ایشون بالاخره متأثر بود از علم و تقوا و زهد عمر و هم عمر هم بالاخره یک همسر مؤمنی داشت. و نکته خیلی جالبی که وجود داشت که میگه که ایشون بالاخره به گونه‌ای بود، خیلی مثلا راحت بود که همون محبت بالاخره بین همسران پدید میاد. این طبیعی حالات انسانی از کانت تقبل رأسه و هو صائم فلم ینهاها، یعنی در حالی که عمر مثلا روزه هم داشت میرفت مثلا پیشانی عمر یا سر عمر رو میبوسید. این حالات محبتی که در بین اونها وجود داشت. اما این نزدیکی و این که عاتکه بنت زید حالا همسر عمر شده مانع از این نبود که عمر نخواد اون سختگیری هایی که برای اهل خانواده داره بر این نداشته باشه. خب طبیعتا عاتکه بنت زید درست همسرشه ولی در واقع یکی از افراد امت اسلامی بود و امام احمد رحمت الله علیه در کتاب زهد نقل میکنه از اسماعیل ابن محمد ابن سعد ابن ابی وقاص که یعنی اینو سعد ابن ابی وقاص نقل میکنه، میگه قدم علی عمر رضی الله عنه مسکون و عنبر من البحرین،
مشک و عنبر و عطر و اینها از بحرین اومد. و عمر گفت والله لوددت انی وجدت امرأة حسنة الوزن تزن لی هذا طیب. من کاش زنی گیر می اومد که اینا رو برای ما وزن میکرد، زن خوبی مثلا فهمیده تا این میتونن بین مسلمان تقسیم کنن. عاتکه گفت که عاتکه بنت زید گفت به عمر که خب من میتونم راحت این برات وزن کنم، این کار انجام بدم. عمر گفت نه. گفت واسه چی؟ گفت من میترسم وقتی که تو داری تقسیم میکنی بالاخره به گونه‌ای میشه برای خودت یه مقداری بیشتر قرار بدی، یا از همون دستی که داری به عطر میزنی دفعه دستتو زدی به گردن خودت. دقت میکنی تا این اندازه یا کنی انی اخشى ان تاخذیه فتجعلیها هکذا، میترسم تو اینا داری عطر و مشک و اینا رو داری تقسیم میکنی، ادخل اصابعه فی صدقه، دستاتو داری تو این قاطی میکنی، بالاخره با دست باید این کار انجام میداد. و تمسحین به عنقک، و بعد خب دست گردنتون مس بکنی، دست میخواد انسان غرق میکنه فلان، فضلا علی المسلمین. این اضافه تر از اون سهمی باشه که به مسلمانان به تو میخواد برسه. این زهد عمر رو داشته باشید. یا کنید این زندگی با عمر هست، عدالت، زهد، عبادت، تسلیم در برابر الله رب العالمین، تمام این صفاتی که وجود داره. حالا عاتکه داره با عمر زندگی میکنه، عمر هم همچنین همسر مؤمنه ای رو داره. در هر صورت نکته خیلی جالبی که وجود داره، عاتکه در نمازها با عمر شرکت میکرد، با همسر حضرت عمر میرفت در نمازهای جماعت شرکت میکرد و اجازه میخواست باش همراه باشه. ببینید صدر اسلام هستا، این نکته رو داشته باشیم. متأسفانه بعضیا کاسه های داغ‌تر از آشن، کاتولیک تر از پاپ هم به اصطلاح ما. و خب میدید که ممکنه بعضی دوست نداشته باشن که مثلا زنانشون همراهشون باشه، اجازه گرفتن، ولی با همه این احوال ایشون بالاخره حضرت عمر اجازه گرفته بود و میومد در نمازهای جماعت شرکت میکرد. حضرت عمر هم منعش نمیکرد. و حتی تا اینکه بالاخره ممکنه بعضیا حتی به حضرت عمر ایراد هم میگرفتن، بابا همسر تو با همیشه بات میاد نماز و اینها، تا اینکه حضرت عمر در همون مسجد شهید شد. یعنی اولین شهید محراب حضرت عمر رضی الله عنه هست که ایشون در قصیده ای عاتکه ذکر میکنه که باز دوباره میگم بالاخره همسری دیگری رو از دست داده، محبوب دیگری، میگه عین جودی به عبرت و نحیب، ای چشمهای من ببخش اشک و اندوه، لا تملی علی الامام نجیبی، که ما امام بزرگواری رو از دست دادیم. قل اهل الدراء و البؤوس موتو قد سقط المنون و کأس الشعوب، که باز این حالات رو نقل میکنه، حتی اشاره میکنه که چگونه توسط فیروز ابولولو عمر رضی الله عنه به شهادت میرسه. فجعنی فیروز لا دره دره، میگه فیروز منو دچار مصیبت و غم و اندوه کرد که خداوند بهش خیر و برکت نده. تا همینجور اشعاری که نقل میکنه و خیلی این اشعار خیلی زیبا هست. حالا ما اینجا دیگه جا نداره بخوایم همه این موارد رو نقل بکنیم که اشاره بشه. در هر صورت تا اینجاست که عاتکه بنت زید همسر دومش هم که عمر رضی الله عنه هست به شهادت میرسه. بعد از شهادت حضرت عمر خب حواری رسول خدا صلی الله علیه و سلم جزو عشره مبشره زبیر بن عوام میره به خواستگاری ایشون و ایشون شرط میکنه با زبیر، من به شرطی همسر تو رو میشم، از اون چی که حق و حقوق من هست من رو از اون حق و حقوق من نکنی، نه از نماز خوندن در مسجد پیامبر، نه اون چی که بالاخره حق و حقوق شرعی من هست. نگاه کنید حق و حقوق شرعی زنان رو باید دونست. من اینه که میگم کاسه داغ‌تر از آش نشید، کاتولیک‌تر از پاپ نشید، افراطگرایی در دین نکنید، مصیبت بر مسلمانان وارد نشه. حضرت زبیر مقداری سختگیری میکرد آخه بر زنانش، سر همین ایشون این کار رو کرده بود، ولی خب دیگه تسلیمی نداشت. گفت عاتکه که به مسجد نرو، گفت نه من میرم به مسجد. حالا ازدواج کرده بودن، این اصرار داشت که به مسجد نیاد. خب میگه بعد عاتکه میگه غیرت تو از عمر هم بیشتره، ماشاءالله حضرت عمر ببینید چقدر غیرت عمر. من با عمر کنار عمر بودم نماز خوندم، با که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم نماز خوندم در مسجد، در زمان ابوبکر نماز خوندم. حالا تو چیز باشه من دیگه قبول نکنم، خودت هم شرط کردی. گفت باشه من تو رو من نمی‌کنم. تا اینکه یه روز نماز صبح شده بود و بالاخره وقتی نماز صبح صدای اذان رو شنید، زبیر بن عوام رفت و در یه منطقه، حالا میگن بحث به قسمت همون بحث سقیفه بود، قایم شد. تاریک بود دیگه، وقتی اذانی که میدن معمولا تا 1 ساعت هوا تاریک نماز صبح، 1 ساعت و ربع دیگه. یعنی اصل سنت بر همینه که در اول وقت اذان داده بشه و در مثلا 7-8 دقیقه بعدش نماز خونده بشه. نماز جماعت در مساجد خونده میشه، میبینی 1 ساعت بعد هوا روشن میشه، 45 دقیقه 1 ساعت دیگه، یعنی تاریک باشه دیگه. اون موقع حالا لامپ و برق و خیابون ها هم که نبود. میره در یه منطقه پنهان میشه پشت دیواری، در حالی که ایشون میرفته بالاخره یه کاری دستی به بدنش میزنه طوری که ایشون دچار ترس و دلهره بشه که مبادا یه کسی مثلا قصد تعرضی چیزی داره.
بعد ایشون بلافاصله عاتکه بنت زید برمیگرده به خونه، تو مسیرم داد میزن مالک قطع الله یدک، تو چی شده دست تو رو خدا قطع بکنه و انا لله و انا الیه راجعون میگفته تا اینکه بالاخره میاد بخونه. زبیر که برمیگرده نگاه کن، گفتم اون موقع دیگه نه برق و نه لامپ و این چیزا نبوده، ولی همدیگه که میدیدن مسلمانان، گاهی برای نماز اشراق مینشستن تا مثلا طلوع آفتاب که نماز اشراق هم تو مسجد بخونن، ذکر بکنن. ما امروز همه چیز از دست دادیم، خدا ما رحم کنه. بعد اومد از مسجد، عاتکه من تو رو تو مسجد ندیدم، تو کجا بودی؟ خب ببین، پس میدیدن هم دیگر رو در مساجد. امروز حتی با پرده و بالاخره حائل هم کسی حاضر نیست بدبختای زنها بیان تو مساجد در نماز بخونن، برای تو خیابون نماز بخونن. میلیاردها هزینه مساجد میشه، زن بعد بیاد کنار خیابون جلوی چشم مردم مثلا عبور ماشین نماز بخونه. خیلی بده، خدا نجات بده واقعا این مسئله رو. بعد ایشون گفتش که خدا به تو رحم بکنه ابا عبدالله، بالاخره مردم امروز دنیا فاسد شدند و بعد از این من ترجیح میدم نماز تو خونه بخونم، مثلا تو اتاق به قول ما پستو نماز رو بخونم و این برای من بهتره. نقل شده که بالاخره زبیر در اواخر عمرش بهش گفت بابا من این کارو کردم، یعنی بالاخره خواست که اون عذرخواهی خودشو داشته باشه. طبیعت‌های انسانی رو فراموش نکنید. تا اینکه حضرت زبیر رضی الله عنه هم در روز جنگ جمل توسط عمرو ابن جرموز به شهادت رسید. بالاخره ایشون هم باز همون اشعار و همون لطافت‌های تاریخی که در ادبیات هست در مورد شهادت زبیر نقل میکنه و اینکه چگونه ایشون به شهادت رسیده در این زمان. در هر صورت زبیر زمانی که به شهادت رسید، حضرت علی رفت برای خواستگاری عاتکه بنت زید و بعد که بالاخره عدهشون تموم شد، اون زمانی که بعد در عزامی نشست و گفتش که من میخوام بیام خواستگاری. گفت یا امیرالمومنین علی، تو بین مردم تو دیگه تنها موندی، الان یعنی جز از اون نسل تو تنها موندی و انسان نیک و خیری هستی، تو امروز رهبر مسلمانانی، آقای مسلمانانی. من دلم نمیخواد، پسر عموی رسول خدا صلی الله علیه و سلم هستی، دیگه نمیخوام که در قتل تو من به عذاب نشینم و بالاخره چرا که من با هر کی ازدواج کردم اون کشته شده و نمیخوام این اتفاق برای شما رخ بده. این بود که اهل مدینه میگفتن هر کی میخواد ازدواج، هر کی میخواد شهید بشه، مشهور شده بود بره با عاتکه بنت زید ازدواج بکنه. در هر صورت این گونه بود که بالاخره حضرت علی هم به شهادت رسیدند و این حالا مسیری که خداوند وقتی مقدر میکنه در جای خودش هست و صحابه خوب درک میکردن این بانوی بزرگوار و این موارد و شعر و ادب و بالاخره دیانتی که در مورد ایشون بود. حالا موارد زیادی از اشعار و ادبیات نقل شده از ایشون، اما بالاخره عاتکه بنت زید زاهدوار در حالی که در عبادت بود و ناسک بود در دوران خلافت راشده زندگی کرد و در سال 40 هجری ایشون میگن دنیا رو چیکار کرد؟ ترک کرد و به دنیای ابدی رو شتافت. شاگردی از شاگردان رسول خدا صلی الله علیه و سلم که خداوند از عاتکه راضی باشه و قبر ایشون رو نورانی بکنه و با رحمت‌های خودش ایشون رو از برکات و رحمت‌ها و فضل خودش غنی بکنه. تا روز دیگه، درس دیگه و سیمای دیگه از داستان یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم، شما بزرگواران رو به خدای متعال میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون.